دادگاه نویای سویت شهر نوسیبیرسک روسیه روز 4 مارت سال 2024 شهروند 28 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف را در قتل بیرحمانه یک دختر 17 ساله مکتبخوان گناهکار شناخته به 15 سال و 6 ماه زندان نظامش سنگین و پرداخت قریب 3 میلیون روبل یا قریب 32,000 دلار تاوان به جبر دیدگان محکوم کرد. کانال رسمی دادگاه ولایت نوسیبیرسک در شبکه کنتاکت نوشت دادگاه نویای سویت شهر نوسیبیرسک روز 4 مارت سال 2024 بررسی پرونده خوشنود امرویف را به انجام رساند. همرویف در جنایت‌هایی که عیبدار میشد گناهکار شناخته شده به 15 سال و 6 ماه زندان نظامش سنگین محکوم کردید. دادگاه همچنین دعوای جبر دیدگان را قانع گردانده از محکوم شده ضرر رسانده شده به مبلغ 400,000 روبل و تاوان معنوی به مبلغ 2,500,000 روبل را رویاند. خوشنود امرویف بر اساس 4 ماده کودکس جنایتی روسیه از جمله بر اساس ماده 105 به کشتار، بر اساس ماده 119 به دست کم 6 مورد تهدید و کشتار، بر اساس ماده 117 به عذاب و عقوبت و بر اساس ماده 134 به علاقه جنسی با نابالغی که به سن 16 نرسیده است عیبدار میشد. هفته پیش روز 26 فوریه عیبدار کننده دولتی نیز از دادگاه برای همرویف همچون جزا 15 سال و 6 ماه زندان را طلب کرده بود. نسل 17 ساله ماه ایول سال 2022 کشته شد. تفتیش پرونده 9 ماه و مرافعه دادگاهی از اپریل سال 2023 قریب 11 ماه دوام کرد. در خبر دادگاه گفته می شود که حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است. همرویف می تواند از آن در دوام 10 شبانه روز شکایت برد. هنوز معلوم نیست که آیا خوشنود امرویف و ادوکات او از حکم او شکایت خواهند برد یا نه. یادآور میشویم دوستان عشق جوان مهاجر و دختر نابالغ از شهر برتسک در کنار نوسیبیرسک 26 ایول سال 2022 با فاجعه خونین پایان یافت. خوشنود امرویف معشوقه سابقش را در پیش چشم شاهدان در بین راه با بیرحمی مخصوص کشت. بنا به خلاصه تفتیشات سبب کشتار رشک و از ادامه علاقه عاشقانه دست کشیدن دختر بوده است. در خلاصه پرونده گفته می شود که امرویف از 3 اکتبر سال 2021 چندین بار به جبر دیده تهدید کشتن کرده در حالت مستی او را عذاب و عقوبت جسمانی و روانی میداد. شب 26 ایول سال 2022 تقریبا ساعت 22:00 دقیقه خوشنود امرویف در حالت مستی در زمینه خصومت شخصی نسبت به جبر دیده در جریان مناقشه بینشان جبر دیده را که از او میگریخت تعقیب کرده است و او را به زمین افکنده قصدا به اعضای مهم بدن او نه کمتر از 17 ضربه کار زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه جان داده است. خوشنود امرویف در یک جلسه دادگاهی بعد بازداشتش به خبرنگاران گفت انستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است. او همچنین گفت از کار کردش پشیمان است.